اینا خدمت همه کودکان عزیز. امروز دیگه به سلامتی من خودم مجری شدم. امروز عوض کارتون پلنگ صورتی از آقای حجت الاسلام و المسلمین ترشک نژاد دعوت کردیم که به برنامه ما بیاد تا عوض پلنگ صورتی از مقام عظما برامون چیکار کنه بگه. ترشک جان تو این همه سال با مقام عظما بودی، یکم راجع به اخلاقیات ایشون برامون بگو. من یه چیزی میخوام اول عرض بکنم، خواهش میکنم بچه‌ها گوشاشون رو بگیرن نشنون، برن اونور. دستم تو خماری صورتت داره خمیازه میکشه. بابا این برنامه کودکه، چی بچه ها نشنون و اینا و اونا. اصلا نمیخواد از اخلاقیات مقام عظما بگی، مثل که بدآموزی داره. درباره روز پدر صحبت بکن. تو خودت برای پدر معنویت که مقام معظم باشی چی خریدی؟ باید بگم هیچ. تو غلط میکنی، سر بچه ها داد میزنی. اگه راست میگی تو بگو چرا برای پدرت که مقام معظم باشه هیچی نخریدی؟ اینا و اونا و پدری نکرد در حق من، بین بچه هاش تبعیض قائل شده، منو کمتر توجه کرده نسبت خاک بر سرت کنم پسر عقده‌ای. ببین تو اکوره در نرفتم بیام بخوابونم زیر گوشت، زود بگو واسه مقام معظم چی گرفته بودی، وگرنه زنگ میزنم بیام ببرن تا. حالا من باید بگم مثلا چی گرفتم؟ کاری نکردیم آخه من بگم آقا بله من 100,000 تومان هدیه گرفتم. 100,000 تومان؟ بابا 100,000 تومان که خرج 5 دقیقه عمل مقام معظم هم نمیشه. یه خبر دادگاه انگلیس 4 میلیون خرج دود مقام معظم شد، بعد تو 100,000 تومان خریدی؟ تو اینجوری میری دست و پای پدرت مقام عظما رو میبوسی، بعد من با پدرم سر مسائل مالی دعوام شده و اینا و اونا. خودت و اموالت جفتتون مال باباتون. برو ببینم از این حرفای نامربوط نزن با پدرم دعوام شده یعنی چی؟ بیشیم بینیم بابا، با اون قیافه قورباغه داری به من میگی؟ توی هیری ویری به بابای من تو چی کار داری آخه؟ بچه جون برو این شکلات بخر خودت بخور. میزنم همینجا دوچار ارتحال جانگداز بشی یا سمور. قبل از ضبط یه دونه با مایتابه زدم تو صورتت، داغ که نبود ها؟ چرا داغ بود، سوختم. اب نداره. حالا آخر برنامه هم میخوام یکی دیگه بهت بزنم. حالا دوست داری اون چطوری باشه؟ اینقدر داغ نباشه که در جا تاول بزنه. نه اونجوری نمیزنم، حواسم هست. حالا برگردیم سر نظام. بابا همه چی دست اون طرف. داستان این آشی که نظام سر داستان هسته‌ای قرار بود بپذیر چی شد؟ این روزا بوهای بدی از آشپزخونه نظام، منظورم همون بیت ولایته، به مشام میرسه. این بوی چیه؟ شما اونور آشپزخونه که وایسین، آشپزخونه ها فن داره، یه دودی رو یه بویی رو از داخل آشپزخونه میده بیرون. چه بویی میاد اونجا؟ هر غذایی که شما تو آشپزخونه پختین، زعفرون دارین داغ میکنین، بوی زعفرون میاد. سیر دارین داغ میکنین، بوی گند سیر میاد. بوی گند سیر میاد. احتمالاً بوی ته گرفتن آش مقام عظماست. عجب تهدیکی هم شده. الان هم یه بوهایی داره اینجا میاد. من باید بگردم تو خودم ببینم من چه کردم. این خاک بر سرت کنن. خوش به حال شما بیننده های عزیز که فقط تصویر این بابا رو دارین، ما که کنارش نشستیم راسو. بهت گفتم با این مقام عظما نگرد، خراب میشی یا. ای آقا پسر نوح هم خوب خراب شد. چی شد؟ یوهی واسه ما شدی پسر پیغمبر. 2 دقیقه دیگه بشینی کنار ما همچی خودمونی تر بشی دیگه چی میشه اینا و اونا و برو. خب دیگه بعد پیغمبر ما قرار بود پیغمبری نیاد، ولی بعدیش حتما من بودم. وای این یکی رو نگاه کن. آقا رو فکر میکنه از دماغ زرافه افتاده، چون از این ارتفاع که افتادی حتما یه بلای سرت اومده. حالا ببین یه سوال ازت بکنم. حالا اگه رو عمامه مقام عظما پا منقلش دوده بشینه تو چیکار میکنی؟ اگه دوده روش بشینه که من دست نمیزنم اینجوری که همه جاش کثیف میشه، آروم درش میارم، خیلی راحت فوت میکنم. امینا. حالا اگه رو لباسش دوده بشینه چیکار میکنی اینا و اونا؟ اگه به لباس نشست بله تکونش میدم. حالا اگه خود مقام عظما خودش پاش به جای گیر کنه چجوری بیرون میکشیش و اینا و اونا؟ آروم میکشم که یهو جر نخوره، پاره نشه. بابا ترشک، مقام عظما هم پاره پاره شده هم جر و واجر. کی میخوایم ما دست از این کارامون برداریم؟ همین روزاست که سر ما و مقام عظما چی بخوره به سنگ که اون ورش بیا و ببین و اینا و اونا. امیدوارم که به اینجا نرسه که سرمون به سنگ بخوره و بفهمیم، و اگه سرمون به جایی به سنگ و سنگش انقدر گنده نباشه که دیگه سری برای ما
باقی نگذره. اگه سنگم نخوره تو چه فکری هستی؟ فکر سنگ و کلوخ انقدی؟ بابا داره سنگ آسمانی رو سرمون هوار تا میشه. تو بیا و ببین و اینا و اونا و برو و اونا. انشالله یکیشون هم میاد خونه ما. چرا یکیش؟ ایشالا هرچی سنگ آسمانی و بلای آسمانی بخوره تو سر تو همچین بیا تو خونه شما. اینم شد برنامه کودک آخه ما داریم درست میکنیم. آی نبی تو بزرگ بشی چی میشی دیگه؟ نبی اینا و اونا و برو و دیگه نیا.